چی اینقدر اینو عصبانی‌اند و بی‌توقع بعد قبول میکنم کارم چقدر که دو خدا بونه میفهمم قبول نمیکنم سببش رو نمیدونم از روی پداگوگ بودن دیگه ما اینو خوردم در صورت کودکان هر بار استاد و دیگرش دیگر اینجا گردن شما مقدر من این بخشی کنم امون آباد دو پولی من این کس قدری سینا فرمان شریک هستیم کما که این مسئله را بچه دارم هر شما بچه برای همین من کردم مادر و مادرم لازم است برای بچه هم لازم است شیم بچه جان یک چیزی عجیب شده است که انسان زینه با زینه بالا می‌رود یعنی کمالات می‌زند کمالات چند نمود است انکشاف کمالات از جسمی است تنه انکشاف کمالات احساسی است احساسی انکشاف کمالات عقلی است انکشاف کمالات روانی هست و هست سوسیالی و هست روحی خدا گفته است که ما آدم در زینه بالا در مرتبه عالی آفریدیم ولی در زینه پایان قرار دادیم خدا گفته است ما و شما فرزندانی که داریم همین زینه ها را طی میکنیم تا 22 سالگی جسم آدم کامل میشه دیگر کامل نمیشه بعد 22 از 4-13 همین چند ساله 12 از 13 درجه خود پروختر چون که سن سال اینا در این دوره از 12 هم گیریم 11 هم گیریم تا 34 سالگی احساسی آدم میشد احساس تاب نسترین مثلا از یک گپ شما گوی نمیکنه میگه مثلا گریه میکنه داد میزنه اینا برای همین در زینه احساسی قرار دادن اگر خدا کنه دو معلم و پدر و مادر توانیم که فرزند با زینه عقلی بریم زینه عقلی سر میشه 7 سالگی تا 40 سالگی زینه عقلی بعد چین آدم روانی و جمعیتی میشه و عقلش یعنی که روحش میشه خیرتمند میشه انا این بچه ها قرار دارن در زینه احساس اثباتی گپ های ما باید اثبات کنم که چرا آدم دارد مغز موبایلی مغز راست مغز چپ مغز موبایلی تنه نفس آدم مغز راست احساس است نسترین طبع آدم مغز چپ عقل است انا انسان کلان میشود احساسش از احساس به طرفی مثلا عقل میاد این حاضر فرزندان ما و شما در زینه احساس هم دنیا را به احساس قبول میکنن برای معلمان قوتشان نمیرسد که اینا را فقط ترسون حاضر مثلا 13 مراتبه معلم از در مجبور بود که صدای بلند شد که اینها را دقتشون را جلب کنند چرا؟ اینها در وقتی شکوفایی احساسشون شکوفته ایستاده است بسیار نازک است اگر در این حالت ترسان چک میشوند هیچی نمیشود جد بیرحم میشود میتونم مثلا شما بیرحم شود اگر مثلا بخیل میشود حسد میکنند تیز خفه شو میشود مثلا کی نمیگیرند همین دوره نازکی شده برای همین احساس شده چیکار کنند یگانه دارویی که همین ضد احساس است این مهر است مهر است ما فرزندانمون رو مهر نمیدونیم افسوس مثلا در خانه فقط تتالیتر رژیم سخت شده قبل میزنیشه میترسونه بعد اونها چی میشه بگر ولی اگر با مهر مثلا با مهر مناسبت کردن متاسفانه کم از در خانه مردم ما بعد چی کنیم دویم چیزی که نشود احترام باید نشانش دیگه چی کنیم یاد گیره وجود ما مثلا یک سلامی که ای سلام میتید مال است لیکن احترام چیز دیگه است که باید آموزنده باشه طرف دیگه مهر و مهنت و مهر و آموزش
مثلا دخترها خانه چراغشون کم یادم میکنن باشش بور میگه خیلی بخون بازی میکنن کار میکنن بچه ها را اون کار مثلا وارد نمیسازن مهنت مهر و مهنت که نشد آموزش هم نمیشه آموزش برای میکنی کار تو آسان کنی خلاص این درس برای میخونی کار آسان شد چیکار کردن نکن مثلا اینها آرام شدن یکمین که هر باری که خطا میکنن جزا دید اگر فرزند بدونه که من جزا نمیگیرم جزا دهی چند نمیگیرست نه؟ سر کرده از شلیپنود تا زدن خیمچه تسمه تا اینکه مثلا یکون چیزش نمیخوایی خانه به دمش نریستش میکنی بازیش نمیمونی میگی کودک باید بدونه که همین جهنتی کلانو دهن رفتی خطا کردی چیکارت میکنن؟ تورما میکنن اگر ما فرزند نقفیم باید بگم قانون اویله را مکتبه با جمعیت ویران میکنن جمعیت سودش میکنن قانون خدا رو ویران کرد تو دوزخش میکنن یکنه چه خیلی موندگی خانون یکون ما همین کار کنیم خطا که کرد بدانند که مجازا میگیم دویم اگر کاری خوب کرد مکافاتش میگیم مکافاتش مثلا میدونه که من 5 گرفتم من چوریکم 5 شد من مثلا چی؟ یعنی همون 5 خونه بیچاره خیلی ملد نیست 4 خونه هم چیز من خیلی میشه یعنی که مکافات دادن سیوم چیزی که اینا رو مثلا کردن نکن این سلامتیشون رو دیدن نکن بسیار کودک ها چریکنای دادن چریکنای دادن انا همین کودک ها چریکنای دادن خیلی به تو خطر درجه قرار ساده نمیتونم عصبانی هم ایزالا گرد نمیگیرن یک رمان و استو میزنشون فشارشون میبره خیتری میشن کارهای پنهانی میکنن اینه باید علمانه دکتر بزن بیزه دورای مخصوصی هست که کمک شدن کردن نکن اصلا باش ناآرام کردن باز هستی چرا دولت نداره میگه تارموزن سوست هست راست طبیعتش هم خیلی است که چی از سوست است باید دستگیری کردن نکن باید موقع میگی قدر مولان معلوم دستگیری سه چیزی دیگری که با شما لازم است که همین دوره البته این نام است که هر بیگاه در خانه ساعت معینی مجلس اویله بزنید. به فرق نیست. هست پدرن در سیاه مدت دور ندارد مجلس اویله بزنید. مجلس اویله چی دارد؟ مجلس اویله همون یه هفته نه همون روزونه رفتاری فرزند کنه شما چی میکنید؟ شما میبینید زمین چه میشید؟ یعنی که وقتی مینوسش بسیار پیشد یکی هست شما کنسرت میرید، باغ میرید، میگو جوره تو در مینوس چیه؟ بسیار هایی نمیکنید یکی اگر پیروسش بسیار شد پیروس یعنی بونوس زبان این کودکو در میزنن بونوسش بسیار شد شما میتونه که در برابر این که یکون چیز خریدش باز یکون چیز دیگه در پانیت نچی یکون چیز بون هسترش خرید اینی که کامپیوتر هست برای تو دارو مثلا چیزهای دکترماس و زینه احساس اینه که شرط است که وجه همه این همون گرد زنید بدونید که دوره احساس شده چی گرد میشود در بدنشون که احساسشون بیدار میشود و شما رو کوتاه حقیق میفهمونم شما هم بدونید به نظر گیره که اگر چنین روند مثلا من میدونم معلمه ها و معلمان نهایت عصبشون خراب است از سو فرزندان ما بشود ما مثلا مخصوص برنامه دارم که معلم ها را بسیار کمک میکنم در این جهت بسیار تیز صحت میشن معلم ولی اخلاقی که هستن تیز قبولی که ماندشوی از سو بیان چی دارن یک کودک مثلا این موادل نرمون برگر میشنم مثلا معلم ها باید پرینسیپی سما اپراولینی را یاد گیرن سما اپراولینی چیز طلبا باید خودشون را به گوری یافت در بعد طلبا 3 نمود آدم هست 4 نمود آدم یکم پیشوایی جسمی حضور کسی بینی بولو گرده چی؟ نداره دویم دورن پیشوای احساسی پیشوای احساسی چیه؟ همین مسخرات میکنه هیچ چی ایلاج نمیوید چی؟ از باید بگوید احساس خطی است بسیار باید طرف مسخرات روز است باید میتونه که راهباری خوب شود دورن این برای معلوم سیوم پیشوای عقلی و باید هست که
عقلش زور است شرط است این معلمه همون طلبای نودان کشیده بود 4-5 میخوندگی وظیفه‌دار میگه فامیلی رو بگذاره این چهارم بشود پیشوای اجتماعیش میگن اجتماعی چیست پدر و مادر بوی و پول اینها میتوانند که مثلا با واسطه پدر و مادرشون همون صنف فینانسی رو کنند اگر درست همه چیز برای اونو ما برنامه کرده فقیر من ازش بشناسم فقیر معرفی نردم ما برنامه رو میگه که من وقتم نیست چون مدرسو درس میتیم دکترا رو درس میتیم انا مثلا طبابت میکنم انا بو خرابات مثلا کار میکنم ما با پرکتیس که وقت نیست روز من چند کارو ماندم گردی بچه را نپرتوسم بتونم اشتراک کنم برای همین بود که من یه فهمانم این برای معلومه بود اینه که برای در اومدن صنف خود شریگولی رفت میکنم خود شریگولی 34 مکتب 35 زیریان بزرگ ریمونت کردم ریمونت کرا بودن همه را شکستگی دیدم فقیر و فریر کردم معلومه را گفتم 50 پسر مکتب پیش کنم انا خود چکری بشم طلبای نمیخونه و ریمونت پیشش میکنم پدر و مادرش شراب می‌ریزه، صبح کلام می‌برن می‌تیه، بعد می‌بینیم بعد برای چی می‌کنن جابجا می‌کنن. برای چی؟ برای چی؟ در این دوره این بچه‌های ما و شما دخترای ما و شما دیگر نازکن. هیچ خفه میشید نمی‌فهم. دیتو خودشون می‌خواهن بشینن. بگم همین ششتگی سو دستش نمیشه. ششتگی سو همین یگان کار اولویتی برای چی؟ در همین دوره در فرزندان ما و شما گزارش از کودکی و جوانی نورسی میشن در نورسی چی حاصل میشه؟ داروی دختری و داروی پسری در همین دوره دخترها جدا میشوند و بچه‌ها چی؟ جدا میشن خب همین دوره را یک دارو قطعی خداوند بین ما و شما بین زن و مرد فرقیت گذاشته است این دارو زنها استروژن است مردا اندروژن است که دخترها را پیدا میشه دارویی که مثلا شکل دختری را میگیرن و بچه ها دارویی که شکل چی را میگیرن؟ بچگی را میگیرن در همین دوره عیب اینا نیست عیب همین دارویی هست که در وجودشون پیدا میشن بعضی را دیرتر مثلا یکی از که 14 سالگی میشه که 12 میشه بازی زمانه پیش هست زمانه مشکل است همین چیز بروقتر شده است دوره بازی بروقتر شده این یک طرف بدونند طبیعت اگر کسی همین طبیعت قطعی مثلا بر وقتشون نمیکنن دختره بچه ها بر وقت زن متیار نمیگیرن چون که طبیعت دختری و بچه‌ایشون میخواهد که خانه شود دخترها میخواهند شو کنن بر وقت بچه ها میخواهند چی؟ زن گیرن به تیاری نمیشه دختر میتی به تیار نه هنر دارد نه کسب دارد بچه نه زن شخراندن نه چی با کارات و پرابلم میشه باز این دوره اون نیست دویم چیزی که در این چیز کودکان بی‌طاقتن این مسئله اون است که مسئله که در همین معنی سرشون خواهش بسیار دارد هر کدام چه می‌خواد که تلفن نرم داشته باشه خانه‌اش کامپیوتر داشته ماشین داشته باشه فلان بسیار چیزایی که می‌خواهد که داشته باشه اگر پدر مادر معلم پسیخولوگ دکتر همین خواهشاش قیچی کنن و خواهشای در سرش بمونه که برای او در کنن این آدم میشه نباشه خواهش آدم چیکار میکنن خواهشی که اجرا نمیشه و آدم عصبی و ایران بی‌ضرر بی‌طاقت و ناراحت عصبیش میشه عصبی که شد دولت میشه دولت که شد عاقبت اونش پرالش شما نگید نه عصبانیتی از دیزالگی میآورد است و مثلا کاری معنی سر و ایران سردرد پیدا میشه سردرد میآورد است و فشار بالا میآورد است پرالش میکنه خواهش‌های کودکان رو نبینید خواهش مثلا نگاه کنید خواهش خواندن چی بدن کدام کسب در دلشون داشتن مثلا آینده کی شدن چه خانه و درس ساختن این خواهش‌ها رو در سرشون تربیت کردن دختر توی میکنه نمیدونه کجا میرن چیکار میکنن چی نداره که پسر مثلا زن میگیرد این دویانه یک صدوقی گرفتش و یک سال بعد زنش با پامپرس در سرش میشپه که میگه که چی پامپرس نه دور که چی پامپرس در خانه نیست ببین بی تیاری اویله برپا کردن میگوید مشکل است ولی اگر بخونن کسب یاد میگیرن دختر را چهار کسب بکنن چهار کسب رو بچین پخت و پاس درس و درست شست و شد
اگر همین دختر تو نداگر بس شریکی زندگیش بره لیکن دو کسب دیگر گیرد دختری را تو نه مثلا کسی مخصوصی طریقی دیگر در گذارد دو مدت تازگی و کارکنی نگاه بینی کردن تازگی خود دیگه نخود چرا میگیره سیوم اگر از معلم و کورسی مخصوص پیدینی زود که شدن 5-6 ماه یا ماه شما را چی تیار میکنن؟ پداگوگ تربیه کودکان را میکنن و سیوم یک زبان دارد دختر فرزنداش با سواد یک زبان روسی، انگلیسی، نمیشه بود نیست. این چیزی بود که من اینو شما گفتم. اگر سوالی باشه من. شما رو فهمونم که مثلا شما بدونید اگر یکان چی باشد ما فرزند شریک هستیم اخوان ما سطح ما مثلا دانشگاهی که هست ما مثلا دانشگاه مثلا انستیتوت پست دیپلم فیچر درس می‌گیریم اینا اخوان ما سطح بلندتر است اون برای همین کمتر چیتر میشه دیگه کودکان مفکر اول یکم چی نفهمید چی اینا میتونن اینا رو فهمونن ما شما رو فهم و یا نفهمیدن اون کودک کو اینا میتونن پسیکولوژیشون بزنن ما اینا رو با زبان کودکی صحبت کنیم. زبان